چی بود ماجرای این دعوات با ریوالدو؟ حالا دعوایی نبود، من اصلا خودم طرفدار پرواقرص تیم بارسلونم، یعنی از قدیم بوده تا الان و خب یکی از کسایی بودم که واقعا عاشقش بودم و موقعی که می‌خواستم روبروش بازی کنم فکر می‌کنم دو سه شب قبلش واقعا از خوشحالی خوابم نمیبرد و زمان آقای وینگادا هم بود. منو بازی آسیایی، خب شما می‌بینید بازیکن خارجیایی که تیم‌های عربی میگیرن اکثرا هافک نفوذی و فورواردا جزء بهتریناشونم. آقای وینگادا هم همیشه ترکیب تیمو تو رختکن میچید، 10 نفر رو اسم میبرد و تیم حریفو میچید و حالا اون بازیکنش پست 10 شونو، حالا هر کسی که بود، ریوالدو بود، بازی القرافه نشاط اکرم بود، یه بازی شارجه بود فکر میکنم، یه بازیکن آرژانتینی داشتن اسمش یادم بود، منو مثلا من تو من با این بازیکن‌ها میذاشت که مثلا بتونم اونا رو از کار بندازم. این بازی هم خب فکر میکنم یکی از بهترین بازی من بود برای پرسپولیس. متاسفانه نتیجه خوب نبود، حالا باختیم، ولی فکر میکنم یکی از بهترین بازی‌های من بود اون بازی و خیلی عصبانیش کرد و یه تک بله من بد زدی. یه آخر بازی رفتم لباسشو بگیرم، حالا چون هم بازی برزیلی از لیگ یک و اینا زیاد داشت، 3-4 تا داشتم و میدونستم فوشاشون یه ذره خارجا که میان ایران، مثلا ایرانی‌ها اولین چیزی که یاد میدن به اونا یه سری کلمات، اونا هم میان مثلا به ما یاد میدن، حالا مثلا برای اینکه ارتباطمون یه ذره بهتر شه. من میدونستم فوشاشون رو، چند تا رو میشناختم، موقعی که داشت از زمین میرفت بیرون رفتم جلو که حالا لباسشو بگیرم که حالا چند تا دریوری گفت و جدا شدیم اصلا، ولی ناراحت نیستم ازشون. حالا یه کاپیتان تیمشون هم نه بهترین بازیکن دنیا بود، من همین عکسایی هم که باهاش دارم فکر می‌کنم واسم کافی باشه. کاپیتان تیمشون اومد تو رختکن، لباسمو گرفت، دید این صحنه که بین ما اتفاق افتاد، تو تونل بود فکر می‌کنم، لباسمو گرفت، لباسشو به من داد، حالا به نشونه عذرخواهی یا هر چیز دیگه، ولی خب به جز نتیجه فکر می‌کنم یکی از خاطرات خوبیه که من 90 دقایق خوبی که تو پرسپولیس داشتم و واقعا مردمم خیلی خوب اون بازی حمایتم کردن.